توی این دنیا مدام داره خرج میکنه تا یه چیزی به دست بیاره. وقت و زمانشو، جسم و روحشو، پول و ارتباطاتشو. ولی من میگم پای همه این خرج کردن و چک کشیدنای لحظه‌ای چه خوبه که امضای سلطان باشه که هست، که هرچی که دادم و امام رضا بهم داده. دخیل پنجره فولادش از پا افتاده رو سر پا میکنه. یه نگاه به ضریحش تمام هم و غم آدم و از یاد میبره. نشستن توی صحنش انگار تماشای عرش برینه. من هر باری رسیدم به ته خط، یا علی موسر رضا، صدا کردم و تو کردی اجابت، یا علی موسر رضا. با زندگیمون خرج امام رضاست، برای خاطر غریب و غریب نوازش که پناهمونه. اصلا مگه این زندگی رو کسی جز امام رضا برامون چیده؟ السلام علیک یا شمس الشموس یا علی ابن موسی رضا.